سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت ها و خوبی هاش. خب اما بعد شروع میکنیم در موضوع 2 هفته پیشی که ما داشتیم. یک چند نقطه نگفتنی است، اون یک گوشزد میکنیم بعد به موضوع نو برمیگردیم. ما 2 هفته پیش یک صحبت داشتیم به نام بدترین سال مردم تاجیکستان، یعنی سال 2020. خب در اونجا زیادتر در اطراف پارلمان، پالاتای بالایی و انتخابات پرزیدنتی، یعنی در عموم در برای انتخابات گپ زدیم که ما ناکام شدیم و رژیم رحمانوف و با فرزنداش کامیاب و پیروز شد. اخچه یعنی پیروز اعلام کرد. و در اونجا یک نقطه بسیار مهم برای شما گفتم که خیانت عبیداللهیف در تمام بگیم دستگیری یا که موفقیت رحمانوف دست داشت و کمک کرد. خاطررسان میکنم فراموش نکنین که سرقانون تاجیکستان 3 مرتبه 26 سپتامبر سال 1999 تغییر الهه آوردن. ما انتخابات پرزیدنتی 5 ساله داشتیم، آوردن 5 ساله را 7 ساله کردن. سال 26 سپتامبر سال 1999 22 ایونی 2003 با یک بار دیگه تغییر الهه آوردن، با 5 ساله را 7 ساله کردن و سن سال پرزیدنتی که از 65 بالا ممکن نبود، ایرا اجازه دادن که نفر 68 70 75 100 ساله باشه حق داره که پرزیدنت بشه. و آخرین بار 22 می 2016 یک بار دیگه تغییر الهه آوردن در سرقانون جمهوری تاجیکستان. من قبولش ندارم اما موافقی بگیم رسمی سرقانون است. آوردن در اینجا میدونه که رحمانوف پیشوای ملت دخل ناپذیر کردن و 3 سال پرزیدنتی که ای 30 ساله ممکن نبود، ای 35 بالا بود، آوردن 30 ماندنش. ای بالاش بردن، نگاه که طرف برای خودش یکم فکر کرد و 2016 برای فرزندش فکر کرد، یعنی که آوردش پایان. انا اینجا من میخوام که خیانت‌های عبیداللهیف رسما برای شما یک بار گوشزد کنم. پالاتای هم پایانی هم بالایی 20 سال است که تأسیس یافته است، از سال 1990 از 26 سپتامبر. نگاه کنید، رئیس پالاتای بالایی یعنی رئیس مجلس ملی همین عبیداللهیف محمد سعید بود. در همون وقتی که سرقانون را عوض کردن عقل نداشت، نمیدونست که همین خیانت 5 ساله را به 7 ساله کردن، یا که 2003 2 بار 7 ساله کردن، 3 سال پرزیدنتی را بالاتر بردن، یا این 2016 در همین 3 بار عبیداللهیف قانونگذار یا که قانون قبول میکردگی بود، با او پیشنهاد میشید و او قبول میکرد و این کارم کرد. و این یک چیز دیگر هم بدونه که سال 1999 رحمانوف ماه دکمبر بود قهرمانی ملت تاجیک برآورد، همین عبیداللهیف. میدونید رسما بین اون 5 تا قهرمان ابو جان غفور، شاه تیمور، نصرت الله مخزوم، صدرالدین عینی، همین رحمانوف هم جو کردن. همین عبیداللهیف بود. تمام شعار جانکنیش برای رحمانوف بود. امروز اومد یک شتش زد دور پرید. انتخاب پایتخت امام علی رحمان بود، هست، میموند. ببینید این رحمانوف را فریب کرد. فریبش کرد که حکومت در دست هر دمونه، تاجیکستان ای هر دمونه. نیکی آورد وقتی او چوجهش کلان کرد و اینجا اونجا پرانچک شد، یعنی کاستوم بروپوشی را یاد گرفت، شیشتن گپ زدن شاید یاد گرفته باشه، آورد در جای موندش یک دور بپر. و وکیلا درباره وکیلا هم گپ زدن. وکیلای ما و شما هیچی هم، نه هیچ حساب نیستن، یا بدن یا نبدن شد. من یک چی می نویسم اینجا، هیچی. نگاه کنین، هیچی یگان کسی همون کار را میکنه بعد میگه چیکار کرده، میگه هیچی، یعنی هیچی نکرده. همین وکیلا نمیگن هیچی، همین هیچی را میخونه هیچی ای یگان چیز نیست. اگر سلام باشه خیلی یک معنی داره که آ سلام، یا که یک سخن دیگه اگر نان باشه. همین هیچی ای وکیلا یا که همون دپوتاتا هیچی هم باشن هم همون نباشن هم همون. این اینجا هیچی ای وکیلای ما و شما هیچی هم. ولی یک خبر نوروز خوندم که
نزد مردم میروند. هم خیلی باید ما مجبورشون کنیم که نزد مردم بروند حتی مردم گپ زنن اول میگن که در دل مردم از شنویدنی میروند. باید مردم کو چی دردی دارن بگن و ایو طلب کنن. همین مردم تاجیکستان باید که چی دردی دارن بگن و طلب کنن، نه که آه شنویدن تمام رفتیم. طلب کنن که ما پیشنهاد کردیم چی شد، یا را ما مجبور کنیم اگر چی نمیتونن زیاد کار کرده شاید کم کمک خودنمایی یا که زاویه پرستی بکنن، کم کمک باید یا را مردم مجبور کنن یک کار نه یک کار بکنن. اقلا ما گفتم که یا زید ملت، زید مردم، زید وطن یعنی قانون نبرارن بس برای ما شما، یا برعکس بجای که در فایده مردم، در فکر مردم، با خیر مردم یک قانون ببرارن، یا برعکس با شر و با ضرر و با زیان مردم قانون میبرارن. دیگر بکنه در باره بس دیگر حرفی شاید که نباشه که این وکیلا را بزنیم. هر یک گپی سخت ما دیگر رو گفتیمش یا نمیفهمن گپا. خب انتخابی چی داشتیم؟ 11 اکتبر 2020 انتخاب پرزیدنتی داشتیم که شما میدونید که رسما یا که قانونا باید که ماه نوامبر انتخابات پرزیدنتی باشه، اما یا یک ماه پیش آوردنش. این با اونا گفتن که بیماری کرونا ویروس، اما تو حاضر ما را فریب میکنن. همین تو حاضر همیشه روزا ما را فریب میکنن که در تاجیکستان هیچ کنا میبره، هیچ کسل نیست. در تاجیکستان ما را خیلی فریب میکنن و اون نفرایی که بیماری با همین کووید 19 هم اونا را روان میکنن که برین در خونه‌تون طبابت بگیرید. آوردن خچا پیروز اعلام کرد در انتخابات اکتبر با فایزی 90 از 192. شما ببینید که 7 سال دیگه گفتی گپو رحمانوف اگر زنده باشه حکمرانی میکنه و شاید که او فرزندی که کلام کرده یا که تیار کرده او رحمانه. ما همینجا یک قصه حضرت عمر رضی الله عنه را بگم. وقتی که از طرف فیروز ابولولوی معجوسی مورد ترور قرار میگیره، یعنی در داخل مسجد در محراب امام میدونه خنجر و کارت خطی وقتی میزنش همون بدبخت لعنتی حضرت عمر بعد از نگاه کنی خیر شما زیاد شنویدگیه دیگه نمیگه ای جانمه ای فرزند زنمه. وقتی که نقطهش که در موضوع ما و شما راست میگیره 6 نفر شورا تعیین میکنه یا که کاندیدات 6 نفر تیار میکنه و از اون جمله فرزندش عبدالله مبارک یا که عبدالله ابن عمر هم 7 نفر همچون یک داور همچون یک شاهد. وقتی مثال یکم حضرت عثمان، حضرت علی، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی الوقاص و طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام 6 نفری شورای 6 نفره که مشهوره. یارم میمونه میگه از بین 6 نفر شما باید یک نفر خلیفه یا که مسئولیت بر دوش بگیرید، یعنی ملت یا که مردم دوام چی بکنین راهبری بده یا که راهبری کنه. خب به هر حال قصه زیاد درازه. به یک خلاصه میگم که حضرت عثمان رضی الله عنه بعد از حضرت عمر چی میشود؟ خلیفه میشود یا که راهبری مسلمان ها میشود. یعنی نگاه کنید اینجا فرزند خودش نمون. حضرت عمر فرزند خودش سعد ابن ابی الوقاص همین 6 نفر عشره مبشره نمو 10 یاری بیشتی هم خش تبار خودشه. سعد ابن ابی الوقاص خش تبار خودشه و این فرزند خودش هم در شورا بود، اما گفت که نامزدی برای چه نیست، نامزدی الان 6 نفر باشه، ای بین 6 نفر یک نفر باید انتخاب بشه. شما ببینید خیلی اینجا من مثال برای خاطر آوردم که با انتخابات ما و شما کمی ربط داشت، اگرچه ما رئیس جمهورمون مسلمان نیست یا که دولت اسلامی نیستیم، اما یک خاطره بود که برای شما گفتم که الان خیلی ما تاریخ داریم که الان خیلی عمر بزرگوار الان خیلی تعیین کردی عدالت نه فرزند خودش آورد پیش درآورد، نه یگان بگیم تقلب ساختکاری کرد، یگان کار نکرد. ای بین 6 نفر یک چه انتخاب کنید، حتی این مردم هم رای گرفتن، انتخاب نظر مردم هم گرفتن. به هر حال انتخابات ما و شما ما باید دادیم. رحمانوف 7 سال دیگر رقص بازی میکنه، 7 سال دیگر او پروای مسئولیت نداره. او فکر میکنه که راهبری یا که پرزیدنتی یعنی که رقص که بخواب بگرد یا که
مردم مسخره که و شکنجه و عذاب بوده و همین خیلی میفهم مسئولیت. نام موضوع را شما دیدین در سلاوهای که همون یوتیوبی بنده که گردیستان فعلا و اینجا اینا مسئولیت چیست و مسئول کیست. امروز موضوع بنده درباره همین مسئولیت چیست و مسئول کیست. یا طبق هم وعده بود، من 6-7 وعده برآمد دادگی در برآمدهای گذشتم انشالله همون را کم کمک برای شما گوشزد میکنیم یا که برآمد میکنیم همون موضوعی که گفتگی بودم. انا این مسئولیت هم اگرچه بسیار موضوع کلانه بسیار موضوع وسیع شاید من ایودش نبرم همه نازکی و همه اطراف و پهلوش خیلی گپ بزنم، اما به هر حال یک چند دقیقه برای شما میگیم و در اینجا برای شما نام رو پیشنهاد کردیم که طریق واتساپ میتونه که در رفت صحبت یک زنگ بزنیم، یعنی شاید که من 50% همین موضوع را صحبت کنم، 5 نفر وقتی زنگ میزنه اگر 10% گپ بزنه موضوع پر 100% میشه، هم شما استفاده میبرین. ما باید که ما فکری مردم رو بگیریم، باید ما فکری مردم رو بگیریم و بشنویم و شما هم وقتون ضایع نشه و گپای بی‌معنی اگر ما خودداری میکنیم و هر کس خودداری کنه گپی بی‌معنی عمل بی‌معنی هم ناجایزه هم با وقتش بلاهای زیاد داره یا که بلاهای زیاد هم از آسمان نازل میکنه برای آدمی بدکار و بدفعل. نگاه کنید مسئولیت ای قرآن یک آیت همینجا من جدا کردم همون را بخونم. بهترین سخن یا که بهترین دلیل فقط سخن خداوند قادر یکتا خوب به همتا برای شما اول همون را گوش زد کنم برسانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. خب سوره اسراء آیت 36 این یک آیت نیست، درباره مسئولیت کم از کم 10 آیت دیدم، اما یک آیت چه برای شما اینجا گوش زد کردم. پروردگار میگه که از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست، علم نداری، بگمان یا بشک گوش، چشم و دل هر یک از اینها از آن بازخواست خواهد شد. یعنی هر یک از اینها در نزد ترازوی عدل یا که در نزد خداوند عادل روز محشر جوابگوان. مسئولیت انمیت جوابگو، بازخواست شونده یا که یک ضمانت، یک عهده‌داری، یعنی معنی زیاد داره مسئولیت. الله تعالی در اینجا میگه که من در روز قیامت از هر یک تا شما میپرسم. اولا گفت که با او راه نرو که با او کار دست نزن که با او علم نداری دانش نداری. خب البته ما این دیگه تفسیر نمیکنیم و علم تفسیر نداریم، اما معنیش که برای شما رسوندم در دام خداوند میگه که به شک هیچ شک نیست، هیچ شبهه نیست که در روز محشر دل شما، چشم شما، گوش شما، زبان شما، هر اعضا، دیگر حدیث یا که آیات است، تمام اعضای ما و شما در نزد خداوند بازخواست یا که جوابگوان، سوال ده جواب میدن. در دنیا چیکار کردیم یا چی مسئولیت داشتیم؟ هر یک نفر مسئولیت داره، هر یک نفر مسئولیت داره، هیچ کس به مسئولیت نیست. نفر کستون بروک داره تا قوم مسئول نیست، یا که نفری که شاید از نگاه دین بگیم یک ریش داره، یک نیق سلط داره و جلک داره، او تنها مسئول دین یا که جوابگر نیست در دین. هر یک مسلمان حتی غیر مسلمان هم مسئوله. حدیثی داریم یا که گفته پیامبر نازنین علیه السلام حضرت محمد میگه که کلکم راعین و کلکم مسئولین عن رعیه. هر یک تا شما، همه شما مسئولین، همه شما مسئولین. هر یک تا شما با یعنی زینه پایانی که با زیر دستاتون مسئولین، یا در اون میگه که هر یک تا شما مسئولین. شاید کمی خطا هم ترجمهش کرده است باشم، اما در عموم سخن پیامبر
همین معنی را داره که هر یک تا شما مسئولین. هر یک تا شما، مثلا پدر در خانه در سر اویله، مادر در سر فرزندو، خب زن شوهر در بالای زن، یکی نمیدونم معلم در بالای طلبه ها، یک کارگر در بالای زیر دستاش، در عموم همه ما شما میگم مسئوله. انا که امروز نگاه کنید مسئولیت چیست؟ نوع موضوع تمامی حادثه‌ای که در تاجیکستان چه از غارتگری چه از ظلم اشکنجه هممون در این داخل میشه. همه ما شما مسئولیم. اما امروز به مسئولیتی دیده میشه. به مسئولیتی یعنی که ما مسئولیم اما مسئولیت خودمون اجرا نمیکنیم. از اون جمله مثال مسلمانیم. نگاه کنید بزرگترین مسئولین یا که مسئولان در تاریخ این پیامبرا بودن. بزرگترین در درجه یکم مسئولا پیامبرا بودن. دیگه او حاجت به نام گرفتن به فیلم قصه هاشون نیست. زندگی نامه‌شون هر یک تا تا روزی که در حیات بودن نگاه کنید فقط برای اصلاح یا که برای خوبی مردم گپ میزدن. مسئولیت تنها اگر بعضی شاید بگن که یک نفر مثلا یک خودکار دادی یک کاسه آب دادی همین بود مسئولیت. نه، گپ قطعا میشود. ما میگیم که عبادت سه نوعه: زبانی، جانی و مالی. همین سخن قطعی یا که گپ قطعا یا مسئولیت ایران باید کردن در کار. نفری شاید با گپ نمیتونه. ما داریم نفری که علم دارن با سوادن بیچاره گپ زدن نمیتونن. و دیده این که یا درس میتن بعضی حتی سواد ندارن، سواد کامل ندارن، نه که گپ زدن ده سخن کردن ده چند خیلی زور گپ میزنن، یعنی که بسیار بلبل بار گپ میزنن. به هر حال مسئولیت یا که مسئول بدن برای هر یک تایمو شما است. هر یک تایمو شما باید بدونیم که در نگاه کنید بعضی ها چون مسئولش کم فکر میکنن. اینا گفتم که رحمانو چی فکر میکنه که همین مسئولیت رو هم خیلی میفهمه. همین رقص بازی رو که همین روز بگذره و که سال بگذره این خیلی نیست. مسئولیت یعنی عهده داری، تو وظیفه داری که تو باید همون کار تا بکنی، خدمتی که تو در نوشتگیه که گفتگیه. اما رحمانی فکر کار نمیکنه. نه تنها رحمانو خودش نمیکنه، با وزیرا رو هم نمیونه بکنه. وزیرا رو نمیونه بکنه. شما ببینید اگر یک وزیر نزدیک شود به مردم یا که یعنی که کم ترک عدالت انصاف کنه، او را یا ای وظیفه میگیرن یا هشدارش میتن که علف تا پس بچر. در اینجا نگاه کنین، از نگاه که اگر حکومت بگیم که این نگاه دنیویت زیادتر به همین میگم که مسئول فقط ما هم کاستوم رو داره و که وظیفه داره و منصب داره را میگیم. وزارت معارف تربیتگری نسلی نوراست یا که نسل می اومدگی حتی یا مسئولم. یک معلم میتونه که یک طلبه را یا به درجه عالی برسونه که گمراهش کنه بره. یک معلم وزارت معارف اینجا مسئولیت چه نمیکنه. دیده اینا دیگه هر یک تایید نگیم که ای مکتب سوم جمع میکنن، ای طلبه ای خانه میگه بریم به ما را خوراک بیارین یا که فلان لباس از کس میگه یا که تلفن بیار. معلم میگه ماده تلفن بیار. برادرایی که زنگ زده استین یک چند دقیقه ما صحبت ما بکنیم ان شاء الله زنگتون رو قبول میکنیم. مثال بعضی‌ها را من یک چند روز پیش گفتم یک کس صحبت داشتیم ای طرف دانشگاه زکاتش کردن که ما یک چی بیار، یک معلمش زکات کرده با معلم شبور یک زمینه باور ابومونه. در اینجا ما داریم وزارت تندرستی. وزارت تندرستی مسئولیت خودش نمیبره. وزارت تندرستی مسئولیت خودش نمیبره. شما یا دارین قدر سال نگذشته ما اپریل در 3 اپریل در وقتی که بیماری کرونا ویروس قبول کردن یعنی اعلان رسما تا امروز شما دیده که داروهایی که تون اومد، میلیاردهایی که اومد یعنی مبلغی او داروها ارد روغن ها کجا شد؟ نرسوندن. وزارت تندرستی باید که همه او را عادلانه تقسیم میکرد و سلامتی مردم باید نگاه کنه. مسئوله، وظیفشه. ما او را باید قهرمان نتراشیم. دکترای کو طبیبو او را قهرمان نتراشیم، او وظیفه شونه. اما یک هفته دو هفته ای طرف مخلصای رحمانو
پلاکت و شعارها شد که انا دخترها شما قهرمانی ما سفیدپوشا ما با شماییم. تو امروز چی با که فراموششون کردین 1 کیلوی روغنشون دادین 3 کیلوی کرچکا و 1 کپوستی کجاش دو مسئولیتی و که او شعارهای شما. یک برادر زنگ رسید را قبول کنیم چی میگه؟ سلام علیکم. شکرانه خدا. خوبی تنجی برادر؟ شکرانه الله میشه براد. یک سوال داشتم همینجا گپ میزدیم. مرحمت در پخش زنده ای. بود باشی براد. انا همین مسئول هم میگم که امام علی رحمان مسئول باشه. اگر مقصد مسئول باشه فرض کردیم همین تمامی منفیت تاجیکستان همه منفیت با فایده خودش استفاده میبره. مثلا نه مثلا نه حقیقت هم خیلی انا مقصد که زیر اسلام همین زدن همین چی منفیت میگرفته باشه. تمام کردی برادر؟ سوال دارم باید سوال دیگه دارم. من همین رو میخواستم بفهمم که برزید اسلام چی منفیت این برنامه خودش نیست برادر. برزید اسلام مبارزه بردنش برنامه خودش نیست. این دیگه طرف چی میکنن؟ راهنمایی که نظارت میکنن یا که پیشنهاد میکنن اینا پولش میتن. این وطن فروش پول میتن. این برنامه خودش نیست. این از دیگه طرف نظارت چی میکنن؟ برنامه پیشنهاد میکنن. این برنامه خودش نیست. آدم خواهین دیگه فرق نداره برای پول باشه دیگه همه چیزا میتر. این نظری ما این ما رسما نمیگم که همین خیلی هست در اصل. یعنی نظری ما همیه که برنامه دیگه دولت ایرا چی میکنن؟ نظارت میکنن که همین کار را پیشنهادش میکنن بکن متر نگاه میکنیم متر حفاظت میکنیم و همه وقت را کمک میکنیم. نمیدونم در تاجیکستان چی همین مقصد پیپردن یکم نمیدونم 60 تاش میشود 40 تاش 50 تاش دام میوردارن همون پرارا کار میکنن مقصد بولر در گلاونی همون خودشون میکنن. این تاجیکستان ما نمیدونم لوگو یک چیزی عبدال چنگوی میکنن. این باید که هم مسترکش بگیره بدوام مقصد ما ایره اول غش همونم باید ما نقشش ایگی به ما نمیشید. اینم یک نمیدونم چایخونه یک چیه ای به ما نمیشید. ایره باید اول ما سر کنم با ای بود میشه. نمیدونم خب کشیدن در این مردم هم 10 سال ده همون تیار میشه باید برم همون قیچیش دکتش میدونم نمیدونم میگه که اینا ما تیار مقصد اینا ما آمدم همین بود با تشبوسی من همین گویشید میگه. بله در مسئله برادر ما سوالتون در مسئله موضوع ما که مسئولیت چیست و مسئول کیست خود اگر پنهان نباشه که مخفی نباشه یگان مسئولیت داری؟ ما یگان مسئولیت ندارم برات. ما در همین غریبی مهاجر مکن و مسئولیت های ما پیشکی گفتم که مثلا تو نمیدونم تو کجای را خود مثلا زن فرزند داری نداری اما مسئولی وظیفه داری که اهل عائلت نگاه کنی. یعنی همین مسئولیت های به پروایی همین بله برادر ما راه بودم روز دیگه موضوع شما را دیگه خیلی نگاه نکردم کدام موضوع داریم برادر. هم مسئولیت نویستگی بودم خیلی خوندم و زنگتون زدم دیگه اگه چرا مقصدی ندیدم. بله مسئول هر یک نفر مسئوله. مثلا ما اینجا زیادتر میخوام بفهمم که همه رژیم مسئولیت داره نه هر یک تاش وظیفه داره. مثلا وزیر داخله وزیر خارجه رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رئیس تنظیم جشن انعنه و مراسم ها رئیس شورای علما یا همش رسما مسئولن رسما درباره این میخوام صحبت کنم. بله ما همش ما مسئول هستیم. مقصد ما مسئولیم. مقصد اویلر و پدر و مادرمون همه طرف مقصد دستگیری کردن مسئولیم. این مسئول اگر امام علی رحمان مسئول این مقصد همه مهاجران را دستگیری کردن تمامی میطور که مهاجر در درون تاجیکستان. بله یگان کس همین ایام بولون تو پسید یگان کس در کاری خودش نیست. یگان کس فقط یگان نمیدونم همه بینی خود خیلی یک از اشتراف یک از ایش یک از دوش یک از بردن یک از
مسئول شونمی تحمد رو شیطانی همین مافیا چخیل بکنیم چخیل بگیریم نمیای مسئول مقصد چون مسئولیت چون بله مسئولیت چون همیه اون چی ندارم دیگه. خب اخیرا یگان سخن داری برادر؟ سخن چی بگم دیگه خیلی آدم بگوی سخن یگان چی بگوی یگان چی بفهمانی که بفهمه یا حیوان نمیفهمن یگان گفی خوبه گفی حق نمیفهمن نه یا میفهمم برادر یا میفهمن یک شعار دارن کن نامرد باشم زنده باشم یا اگر همه گپ نمیوز جمع جمع ما گپ سه ما گوش میکنن حتی زبس میکنن میدونی باید روزشون کار میاد ای با حوری پدرشون چی کار میکنن بکنن اکر همین میگن که یا آدم چیل بول گو میشه و همیورا گو گفتیم رنگی برزگا اشتر رفتن گفی خوبم دیگه نمیفهمن هم مجبور همین گفی گنده ایورا انا انسان سالی همیه دنیا انسان سالی همیه سالی کیه همین برزگا حتما سالی خچه ای رقص بازی را امسال بسیار چی میگیره بالاتر اگه با شان شرف با کت کود میگذرانش ای حاضی علاکه درباره جشن نوروز در فکری 30 سالگی استقلالیت که بسیار در درجه اعلا بگذرانیمش مردم گشنه و تشنه با تشبوس ایمان بله یک چیز هم جمعه بگم برادر که 2017 یا شما بشنوین هموطنان 2017 را سال جوانان اعلان کرد 2017 سال مرغ بود میفهمین مرغ چیه در بین جوانان است کو یک کس مرغ میگو چند قد سخت میرسه 2017 سال جوانان اعلان کرد یاد دارین این تحقیر به جوانان بود تحقیر به جوانان بود جوانان آینده ملت این خیل او خیل هم آینده زندان هم نمیدونم کسی فکرش آزاد میگه چون حیاتش میسوزه هیچ عدالت نیست به تماما در جمعی سگوی همین رسی هزارون بود خوبه که در هم عدل میره چی خیلی میفوره گب میزنی مقصد تو ده یگون کس یگون چی نمیکنه بله برادر عزیز در اینجا سخن با دیگر برادرها بتیم که شاید که در خط علاقه باشن دیگر را قبول کنیم با انشالله تماس دهیم بود باشی براد مالی خدا حافظ خب برادرها هموطنان عزیز من نام را تکرار میکنم نامری که طریق واتساپ زنگوی شما را قبول بکنم پلوس 49 176 328 605 73 طریق واتساپ من میتونم که زنگوی شما را قبول کنم فکر نظر شما را اوید موضوع بنده مسئولیت چیست و مسئول کیست در برنامه نوشتگی در یوتیوب شما شاید دیده باشید. خب دوام میتیم موضوع را ما گفتیم که وزارت معارف وزارت تندرستی همچنین وزارت داخله مسئولیتی که در داخل هر چیزی میشه به گردن وزارت داخله در داخل در درون در تاجیکستان چی کاری میشود باید که وزارت داخله یکم درجه اصلاح شونده باشه اصلاحش کنه اصلاح نشونده باشه باید که حتما برای با قانون برابره یا که جزا یا که نمیدونم حساباتش میته چیکارش میکنه برای در نزد قانون بشنوش وزارت داخله در اینجا ما داریم کمیته دولت امنیت ملی یا مسئوله خب رئیس چه میدونه کیه دیگرش هم وزیر داخلهش وزیر خارجهش هم حتی همه یا مسئولن اما فقط ما یک مسئولیت در یوم میبینم من شخصا در حفاظت محافظت یا یکی نگاهبانی اهل عائله رحمانفر در نگاهبین کردن یا که اخرانیت کردن اولاد رحمانفر یا مسئولن انا خیلی باید که تمام مردم ما و شما را تمام شد انا خیلی باید یا نگاه کنن محافظت کنن یگان کس باید یا ازار نتن یا چونکه وظیفه شونه همین مسئولیت یعنی با لفظ دیگه وظیفه دار وزارت داخله را ببینید چند کس کش در سال 2020 هر سال فرق نداره این سال هم نشنیدیم اما شاید که در آینده بشود در شعبه کارهای داخله میبرن نکشن مجبوری یا که بازوری با شکنجه فشار او مسئوله که
او آدمی که حتی جنایتکار هم باشه او را باید که به یک طرزی یعنی انسانیه که یک رفتاری خوب قطعی اقلا او را باید که پرسپوز کنه، نه که بزنش مجبورش کنه. خب نگاه کنیم در جماعت داره شورای علما یا مسئول رئیس چه میدونه که یا مکرم اینایی هم باید که شما ببینید مسئول را توضیح روی نکردن. یا مثالی که برای شما زیادتر روشن آگاهی مسئول چیه؟ همون نیسته که باید که یک پیشنهاد اقلا بکنه، اقلا رسما باید بگه که خیر بین همه جشن‌ها را کردستین، همه کار را کردستین، یعنی جمع شوی آدم‌ها را برای چی مسئول روی نمیکنید؟ رئیس شورای علما علما را اقلا علما را باید پیشنهاد کرد که حق بگن، خودش که نمیگه دیگر رو نمیمونه. این مسئول این دشمن اسلام های یکی عهده مسئولیتش نمیبره. مکرم ما داریم کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم ها. یکی راه‌های پول کار کردن حکومت انمی کمیته قطعی. یکی از راه‌های فساد، حتی فساد، کمیته فساد کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن مراسم ها. اون قدر نام زیاد داره که یکی از راه‌های فساد یا که راه‌های پورگیری یا که غارت جیب مردم انمی کمیته قدیمی داره. یکی از راه‌هاش 2007 ماهی یوم بود فکر کنم تأسیس یافته بود. 2017 10 سالگیش در یک از کاخ باربد بود جشن گرفتن یا که یک جلسه کردن. تمام ملا را خزونده بود که رحمانوف بخزن 28 ملا خشمامی رحمانوف ملا میدونه نه یک خصلت یا که یک لقب کلیچکش ایران ملا بوده وقتش ده امیر رحمانوف. یک مقاله یک بار خوندم او را کور کردن در وقتش، وقتی که مکتب میخونده در معلمه روس عاشق شده همون وقتی را ملا میگفته بود دستیان، نه وقتی به توفیق به ایمان و به خدا شد. این وقتش ده اکن ملا زنش یگون نماز میخونده شاید که نصیحت میکرده یگون کار میکرد که ملاش میگفته. انا نگاه کنین همون 28 ملا را وقتی خیزان انا همون روزی چی بود؟ تأسیس یابی 10 سالگی تأسیس یابی کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن مراسم ها. انا همین گفتم راه غارت مردم انا همین کمیته قطعی. شما ببینید نمی نو دور نه یک همشهر یا یک هموطن ما و شما را جریمه بستن در خونش باید که 50 نفر فریاد میکنه 70 یا 80 نفر فریاد کنه. نمیدونم یا جشنی توی معرکه فرزندش بود یا که یک معرکه خرسندی اویلوی بود، ممکن نیست چند نفری که رژیم میگه گویا کمیته میگه شما باید همون قدر نفر بیارید، یعنی جمع کنید در توی خرسندیتون، حتی در جنازهاتون، در خرسندی و زیقیتون حکومت میگه که چند نفر اشتراک کنه، چند نفر یعنی حاضر شود، چند نفر حاضر نشود، شما باید که همین کارو بکنید. اینا میگن کمیته دین. نگاه که کمیته دین کدام دین؟ کمیته دین بله کدام دین؟ علامت سواله. تنظیم خب کنترل کردن. انا می اوزی گفتم همیای دسترخوان شما را کنترل میکنن، نظارت میکنن. تنظیم شما میگن که چند قدر مثلا نان باشه، چند قدر میوه باشه، چند قدر شیرینی باشه. جشن مراسم ها، تمام جشن مراسم ها دخالت باید بکنن. خب بیا آفرین، بسیار کمیته مهم، بسیار کمیته مهم. ای روز تأسیس یابیش تا حاضره هر سال ما جشن نوروز میگیریم که سون شما نمیگن چند قدر از خود میشود، سون شما نمیگن. کمیته دین مسئوله، باید که نظارتش کنه. اقلا هیچ کار نکنه میتونه چی بگی با جشن‌های مردم یا که با دسترخوان مردم کار میگیره وقتی که با رژیم سر کار گرفتن نمیتونه. ای سال 2007 که تأسیس یافت کمیته تو حاضر جشن وحدت، جشن نوروزی، استقلالیت، سال نو، اینا با سال گذشته یک 30-40 تا جشن نو با جشن کارتوشکا، پیاز، سبزی، بادرنگ، عسل، زردالو، شفتالو، خربزه و کدو یک گله جشن نو دیگر تأسیس یافت که هر سال ما هر یک روزه باید که جشن بگیریم. اینا یک کمیته تنظیم، عنعنه، جشن مراسم ها چی باقی گپ نمیزنن. سفرهای رحمانوف خودش یک جشنه. سفرهای رحمانوف خودش یک جشن، ای جشن وحدت دم فکر میکنم رسخ زیاد داره. ای
جشن سالی نو دادم. اونا ارچه یک 300,000 سومانی ده سال گذشته در ولایت ختلان ارچه نصبی یک چسبونده بودن. یا ارچه دیگه در دوشنبه، یا ارچه در ختلان سو کلوب یا ارچه میارد میمونن. گویا که اون مسئولن. گویا که مسلمان هم هستن. خب نگاه کن کمیته دین تنظیم جشن مراسم ها یا وظیفه خودشون ادا نمیکنن یا به مسئولیتی نشون میدن. فقط ولی نگاه کنید یک دشمنی همی سلیمان دولت رئیس همی کمیته میدونین چیه؟ این امضا داره، در این دست داره که شهروندانی که تا 35 حج رفتن نمیتونن این دست داره. غیر از این تمام حجایی که پول میتن کو پاره انمی دست داره. یکی از شاخه‌های هم کمیته امنیت هم به هر حال اگر ناموس میداشت، ایمان و انصاف میداشت یا که انسان میبود باید استعفا میداد. دیگراش هم همچنین مکرم اگر مسلمان میبود استعفا میداد. چی مسئولیت یا که رئیس شورای علما عبادت در گردن قرض فرض نه عبادتش نمیبره استعفا بده. استعفا گناه نیست. بهترین نمی حاضر شب روز در بهترین عبادت یا که بهترین عمل در نمی حکومت داره ما شما استعفا است. ایده دیگه قهرمانیه کسی استعفا بده. نه که هیچ کس استعفا نمیده. میترسن یا که شاید وظیفه زیادی باید دوست میدارن. خب نگاه کنید که دادگاه عالی یعنی سودش میگن که این مسئوله چندین شهروند ما و شما در پس پنجره شتگیه باور میکنید همه او بگناه قریب همش قریب اگر 80% بگم خطا نمیکنم بگناه شتگیه 80%ش مسئولیت چیه همین دادگاه ها یا که دادستان پروکراتورا بگناه یا آدم میگه لایک موندی یک ورق روشکای بیسون در پیش گرفتن نوشتن میگیره رویش میکنه دادگاه سود میگیرن پس پنجره با حتی تا جای رسید که نگاه کنید نوترسی یورا نوترسی شما ببینید که در سود سر سود ده خش تبار شد که فرزنداش نمیمونن اشتراک کنن. برای چی میگه باید مخفی بگذره پسی درهای بسته. خیلی که خش تباراتون میکشن شما در جنازه‌ش نمیتن یا هم خیلی کدستن یا که میتن جنازه را از شما تشکر طلب میکنن که مردتون دادیم. برادران که زنگ میزنن میتونن که در علاقه باشن. اویدی موضوع نور یک بار تکرار میکنم +49 176 328 60 573 میتونن که اویدی موضوع نظر فکرشون بگن زیرا که مهمه برای همه هم برای شنوندگان که نظر فکر شما را بشنون. نگاه کنید یکی در همین شب روز پرمسئولیت یا که پرمسئول ترین شخص در تمام جهان تمام مملکت پرزیدنت است. چون که تمام خوبی ها یا که بدی ها را میوردگی به ملتش انموه. مثلا از امیر رحمانوف میتونه که مردم برای راست بره میتونه که باید چقری برای که حوزی برده است. همین پرزیدنت مونند یک قلب انسان است. همین قلب انسان است که مرکز مونند یموه. همین قلب اصلاح شد. گفتی همین پیامبر نازنین ما شما یک حدیث داره که قلب انسان اصلاح شد درست شد همه دیگر اعضای انسان نظارت میکنه که برای راست میبره. همین رحمانوف اگر اصلاح میشید مردم ما شما برای خود میرفت اما متاسفانه بدبختانه اصلاح نشید و اصلاح هم نمیشه عموما اصلاح نمیشه. ما هیچ نیتی ندارم نسبتی. نگاه کنید در مسئله مسئولیت پرمسئولیت ترین شخص شب روز در رحمانوف است. چون که قسم خورد میدونید سوگند خورد که مسئولیتی امروز و آینده تاجیکستان بر عهده میگیرم. انا که ببینید که در فکر رقص بازی پروا نداره که در تاجیکستان چی گپ میروه میدونه که چی گپ میروه یعنی که پروا نداره در فکر بهبودی مردم نیست. اینا میگن بی مسئولیتی فکر میکنه که مسئولیت رقص بازی جشن کیف صفا همین مسئولیت میفهمه. اگر این مسئولیت خدمت به مردم میفهمید میکرد امروز ما به این درجه نمیومیم. یک چند تا مثال میارم. یک محشید فکر میکنم شاید زیادتر هم باشد در شهر حصار معاون رئیس
حزب سوسیال دموکراتی محمود اودینایف دستگیر کردند و بردنش پس پنجره. شاید که یک 5 سال یا 7 سال ای نگاه بنده، چون که رژیم هم کار میکنه، بسیار تهمت‌ها دا اوستا های قدیر های میبرن میشنونش. برای چی؟ میگن که دغلانه نسبت کارمندای کمیسریت حربی شهر ایسار رفتار کرده. دغلانه چیکار کرده بود؟ گفت که وقتی فرزند رحمانوف به خدمت بروه، فرزند ما بروه. این همین را دغلانه گفت. داد زده بس طرفشون. خوب کرده. داد زدن این کاری بد نیست. کاری بد نیست اگر که جوش باشه. جای مناسب داد باید داد بزنی. چی باید زوره میکرد؟ کمیسریت حربی را که اکا جان التماس همین بچه ما را ای خونه دزدیدین آوردین برای ما بتین. همین گپا میگفت. به مسئولیتی نگاه که هر یک کلمه شما مسئولین. به مسئولیتی در کجا دیده میشه؟ چند تا مثال میارم. یکتاش انمی وقتی ابلوا. یعنی ابلوا میشوه دیدگه نه نورورا یک ماشین ناشناسه. ماشین ناشناسه. اون ماشین کمیسریت حربی باید ماشین خچه داشته باشه. نشانه‌های خچه داشته باشه. کارمندای کمیسریت حربی باید لباس حربی که کمیسریت حربی داشته باشه، اما خیلی باید داشته باشه. لباس هم خیلی ملکی گرجدنی دارن. ماشینشون هم ماشین عادی که همین شهروندای ما شما میرونن گرجدنی، همون خیلی ماشین دارن. یک نفر مجبور گویا یک تروریست میارن، 20 نفر در اطرافش، یک دو نفرش کامera داره، دیگه هم تماشا داره. مسئولیت شما تماشا کردن نیست. مسئولیت شما باید انمو برادر یا که همون جوانه اینمو ظلم یا که اینمو کشمکش ای دست اینمو دزدا آدم رباها باید شما اون را خلاص کنید، نجات بدید. مسئولیت داره. این همیه. پیامبر ما و شما شخصی که هر یک تا ما و شما میگیم دوستش میداریم، بعضی ها گریه هم میکنن براش که پیامبر بر گریه ما و شما احتیاج نداره. چی گفته بود؟ گفت که کاری بد ببینه بد دست منش کنین. بد دست اگر بد دست نمیتونین با زبان منش کنین. اگر با زبان هم نمیتونین با دلت بعدش ببین، یکی کمترین درجه ایمونه. انا که ببینن به مسئولیتی نمیجای. اینم دیده است اگه اون را بیچاره را بازور برده سانش این خیلی غیر قانونی است. شما همونجا میتونین همون کارمندای کمیسریت حربی را بزنین. میتونین. چون که شما نمیشناسین او کیان. لباسای عادی است. لباسای ملکی دارن. گرجدنی. شما بهانه میکنین. چخیلی که او جوگایی پنهانی شما را ظلم میکنن، قایل نمیشن که ما نکردیم. شما باید این کارو بکنید. ایجاد به مسئولیتی است. فرزند شما را ای خونه میدزدن میبرن. ای خونه. این درست نیست. شما هر یک کاری که قدرت داره قدرت کو باید که لایق یعنی ما ببینینش. یعنی بختون رواش ببینین. اجازت بتین بختون. این خیلی نیست که خب کمیسریت حربی بود بگذار ای شب خواب در جوگای فرزند بیا بگیره برش. این کمیسریت ای حق داره. این حق نداره. و غیر قانونی کار میکنه با شما غیر قانونی نسبت به رفتار مت کنید که رفتار کنید. یک به مسئولیتی دیگر در توی ها یا که خرسانی ها دیده می شود. این را یک بار گوشزد کردم دیم، اما گفتم که وقتی که پرزیدنت راهبر فاسد چید مردم هم فساد می روند، به امروی فساد می روند، مردم هم به فساد می برند. در توی معرکه ها توی خرسانی خواه بچه یا دختر یک سرایانده با خودش یک رقصه میاره، یک دختر میاره و دختر تاجیکه. او دختر خواهر یک نفر یا که دختر فرزند یک نفر دیگه او را هم باشد دعوای مسلمانی میکنه، میاره لباسای رقصگی ده همه میدونه که این رقصه ای باید که در این بین توی خچه بجنبونه، خچه بلرزونه، توی گرم بگیره، توی آباد کنه، در توی میاره. خب خچه لرزون، خچه جنبو، خچه تلتون، اما بازی با یک ماده نوشی دخترها یا که همون رقصها چکار میکنن؟ یک موسفید هم میبرن یک 4 بچه پیانیستا، من فکر میکنم پیانو یا که بانگ زنگیان هیچ، یعنی که باور کردن نمیتونم که نفر مسلمان هم کار میکنه. یک موسفید هم میارن کلانسالا در بغل رقصه میپرتوین یا که رقصه را در بغل موسفید میپرتوین که کیف کنین، داد زده میخندن در اطرافشون مادر اون پسر هست، مادرش هست، چون که در هر یک توی میشه یک محله در حتما جوان ها یا مردای اون محله هست، در پهلوی یا
زن، مادر، همسر یا که همون کودکشون هست تماشابین نگاه کنید یا ققره زده مسافر در بغل رقاصه میپرتن یا که حتی یک جوان دیگره جوانی که پیانه رقاصه را میبرداره که رقاصه خشت در بالای میپرته او بچه را میبرداره در گرد اطراف دختر، خواهر، زن، مادرش تماشاش داره. این حرامه. حرامه میفهمید چی معنی داره؟ حرام ناجایزه. کمیته تنظیم جشن مراسم ها کجا ده؟ اینجا باید چی بود؟ نگاه نمیکنه، نظارت نمیکنه. دسترخوان شکل دیدی؟ دسترخوان هم توی دیدی؟ توی چی با نظارت نمیکنه که به ترتیبی نبود. این به ترتیبی و این بد اخلاقی گناه جنایت در قانون هم نباشد، در قانون شریعت است. در شریعت این کار حرامه، این کار ما محکوم میکنم، تماما جایز نیست. بگذار دختر اسلام بزار باشد، بگذار دختر ملت پس بزنه، اما در اطرافش نخوا که یک رئیس محله بناموس، یک کلانتر بناموس نباشه که اما وقتی که توی میکنی یک مسئولیت بکه، یک کسی یک مسئولیت بگی من توی میکنم، یک چهار آدم بناموس جمع که من توی میکنم، همین رقاصه را بیارم یا نیارم، همین شراب عرق بتم همین مردم که نتم توی تجزیر میکنن، بی‌ابرود میکنن. ما صدقه جاریه میگیم، با همین خیلی هست معصیت جاریه، گناهی که بردوامه. این همین رقاصه ها همین معصیت جاریه کردگیان، ایخه چون باقی موندگیان. اون همون کانالایی که هستن تماشا میکنن، او را 100,000 شاید بعضیش 500 تا میلیون تماشا کردگیان. تماشا کردنشون حتی درست نیست، جایز نیست. اینگاه شریعت هم حرامه، اینگاه انسانیت اخلاق هم ببینیم شوخی عیبه ده. تو خواهر خطه که یک هم شهری ده هموطن خطه تماشا دوری، انا ملت پس میکردگی، انا میان بی‌ابرو میکردگی، اینا میان. اگر شما فکری همون کسایی که در همین توی اشتراک میکنن، همین کارا میکنن، فکری آینده خودتون بکنین. آینده ای که مثلا اویلتون یک آدم خوب صالح باشه و همین خیلی بدنیا بیاد، یا که در آخرت در نزد خداوند یک سوال جواب کرده بتونین، یعنی کم ترک شرمنده نباشین، یا که کم ترک آبرو داشته باشین. خدا به حال شما رحم کنه، شما نباید که بهتری کارو دست بزنید که بهتری مرکات رو اشتراک کنید. اشتراک کردن جایز نیست. با میگم که بچه رقاصه در بین مرکات جنبونده است، در اونجا زن من هم میفهم که اقلا اینا بگذار که رقاصه خیلی به ناموس یا که به شرم به حیا، او بچه هم به شرم به حیوان، همون زنکان باید که ایزوب گشتن ترک کنن هم محله را، همون توی مرکه را. باور کنی بسیار یک عمل دهشت‌آوره. یا که بعضش نگاه کنیم، بعضش با یک کاری یاد گرفتن در خانه ها یا رقص میکنن یا که افیر پخش مستقیم میکنن، جوان ها را به طرفشون جلب میکنن. این هم یک کاری نادرسته، یک تبلیغی ناجایزه، یک تبلیغی بسیار زشته، بده، تبلیغی حتی حرامه. تبلیغی حرامه، زیرا که زن حق نداره که خچه در نزد مردای بیگناه یک تبلیغ کنه، بجنبونه، نشون بده، یک خشوگیش رکلام کنه. این حق نداره. انا برای همه چند خبری که هست یعنی نو پیدا شد در طرفی هم گپ میزنیم. وقتی که انا تری جامعه فساد شد، مردم دیگه فساد، حرام، کاری بده، ای کار خوب فرق نکنن، انا تری بعد عاقبتش میاد که کودک 12 ساله، دختری 12 ساله در همین حساب تجاوز شد، یک مردی 42 ساله خشش بده. ای همون اقربا و نزدیکا و اولادش با جوابگاری کشیده نشید. برای چی؟ برای که آخه مسئول نداریم ما. نفره که در مسئول چی وظیفه و منصبش دیگر و نمیفهمن که این مسئولیتشون یا که مسئولن چیه مسئولیتشون نمیدونن. در اینجا اگر که کشور دیگه میبود باور میکنه این همین حدیثه ده میخستن یکم کار میکن، همون نفری که همین کار حرام دست داد، همون پدافیلی کرد کو، همون زیناکار، همون را به جوابگاری میکشیدن. دیم نفری که ایرا ای جزا آزاد کرد، از زندان میگه محرومش کرد، همون دادگاه، همون سودیه را همون را به جوابگاری میکشیدن. هیچ نه منصب آزاد میشید. حتی کاری میکرد که پرزیدنت هم میگذاشتن، یعنی استعفای پرزیدنت هم میخواستن که یک کاری کرد که
دیگر نفرای شاید باشه که دیگر بگاهی خیلی یک نفر در یک دست درازی که برنامه یک نفر میرسه پول میتونه آزاد میشه. ایجاداً به مسئولیتی ما و شما باید هر یک نفر ما و شما یک نظر یا یک فکر یک سخن میکردیم در اطراف همین هر حادثه‌ای میشه و این حادثه‌ای که رسانوی شاید با چند حادثه که باشه واش پس پرده میگذارن یا آخه جوگای حلش میکنه یا که ای ترس خرد میکنه. او میگن که در لب آب میمونه که در دهان آب. انا معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی محمود اودینایف که یک گپی بسیار خوب زده. خب برادر برداریم زنگ تلفنی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. بله بله بله. صحبت درباره چی باشه؟ اومدم. خب برادر صحبت ما امروز درباره مسئولیت چیست و مسئول کیست؟ از نچ ما در پخش مستقیم. بله بله. گوش کردیستن برادر. بله گوش کردیستن. نمیدونم چند نفر باشه در پخش مستقیم اما شما را گوش کردیستن. میتونه نظر خودتون بگین. شما یگان مسئولیت دارین؟ یعنی رسمی. همون مسئولیت می نوشتیم در مهاجری میگشتیم. همون مهاجری همون برای لقمه نان هم ایخچم چیه که مسئولیته. همون خطا مسئولی است کردی که پای لقمه نان شدی. همین تامین کردن اویلا یا که زن فرزند یعنی با اوزوقه یا که با همین طعام خوراک ایخچم همین ریسک میگن که یا فرضه در گردن هر یک مرد قرضه. یا مسئولیته. یا دایی بورم ما پیشتر گپ زدم که در نزد خداوند سوال جواب میشیم. عینگاه خودت برادر نفرا که در منصب هست زیادتر ما اطرافی میخوام صحبت کنیم. یعنی که مسئولیت نمیفهمن چیه و مسئول هستن. یعنی وظیفه و منصب زینید میگه که اشغال کردگن اما اجرا نمیکنن. عینگاه کدام ساختارش به مسئولیتی میکنن. کدام ساختارش یا که کدام منصبدارش منصبدار خدمت تا نشودی گپای گفتگی یگون اختصاصی ندارم. نبرود یه سی گرکی که مسئولیت که مثل اختصاص از خودشون باشد کارگر باشن نبرود توزی دارم در وطن خدمت از امین نالوگش باور کنید بزرگ از اون کاری برای دکمی کردن نالوگی خونه نپرمیر من رسیه در نپرمیر گیریم رسیه در هر چیم پروژیکسون با خیلی بیشتری ارزون تا حتی نبارو در وطنی بود همیکای بود 2 روز پیش بود رفتم 5000 تویشکی میگه دید من و اینجا میمونم در اوچور میمونم در چه فهمیدم در کود کدوم سبب چه بهتری کردیستم مردم هم اخراب دیگر خواه سخانش در یکون جو نمیره نمیده با نه پراگیری هست حتما بله پراگیری هست به فساد رژیم چپا میشه. من هم برای پراگیری گفتیستم تا چیکو کنگر کود مردم همه یکون کس یک گب نمیگه. هنمی اوزی موضوع ما درباره همین مردم به مسئولیت های برادر. به مسئولیت چی؟ ما از پیشتر تا مثال آوردم خیلی زنگ زدی با زنگ خطاب قبول کردم. به مسئولیتی نمیای مثال میرم اینجا میروه در نزد یک بازار یک جنگ بشه شاید یکی نمو گفتم کو ابله میشه تماشا میکنه اقلا تو هیچ نزنم کارمندی کمیسریات حربی را اقلا نمو را خلاص که بگو که برای صاحب داری نداری برای رئیس کمیسریات یا که برای لباسی امو حربی قانونی بپوش بیو ایرا به طرز قانونی ببر ایران رنگ یک تروریست رنگ یک اوبوش میبری تروریست یک معنیش میدونن چه هموطنان گرامی با دهشت که ترسوندن مردم انا میره تروریست میگن. شما ببینید عملی همین ابله همین خودش عملی تروریستیه مردم میترسه تلخش میکفه که امر اقلا خلاص کنن. انا همین بی‌مسئولیتیه برادر. همین از خودت میگم که پراگیری اینا خودش هم بی‌مسئولیتیه. توی
خودی تا سال باید کنوشه سال 2010 من در پروژکسیون بودم بسیار یکم کارم خیلی میشید مردم خلوص میکرد ها حوزی نبرو حوزی که بسیار یکم عیسی بدین خد موسی بدین خد میگه نه عیسی بدین خد موسی بدین خد توری گپ سب توری بسیار یکم موقع پروژه اگر یکم کس خیلی خلوص نبرو حوزی فقط می تلفن دستی کدی سیونکا میکنن همین سیونکاش هم کار خوب اینه که همین یک کس بکنم برای همین سیونکا هست که ما بعضی حادثه را بگیم که میبینیم واقعیت ای سیونکا نباشه که از این همجا دوتا مخلصی رحمانوف بلچکوش میبره میگه این گپای تو همش دروغه اگر همین سیونکا نباشه صورت و عکس نباشه ولی میگن صورت حرامه نوار حرامه بله حرامه در کدام حالت حرامه در کاری بعد یعنی منظورم دیگه حادثه‌ای که یک کس تمام میکنه کامراش میکنید رحمانوف میکنه کو مسئولیتش میگوی همین کاره در تلویزیون با نشون میده نه تفهمو چه بگم خیلی یک از موجنا روزی یک از نه یک از خلوص میکنه از اون نفر دیگه خیلی تماشاگی نشی پروس جنگ به مسئولیت میگن ولی نه تاکو ادبیشه خیلی شما کی گام میزنم من بسیار گپوتونم میفهمم چی میگی ما ادبی گام میزنم ما فکر میکنم همه در گپی کوچگی گپی نمی پایون ایکو پایون میگن یا که گپی عادی را من میزنم ما حتی کوشش میکنیم که اون گپی ادبی هم نزنم برای برادرای هست که گپای خوشرویی که ادبی میزنم من سطح پایون اگر گپ زنم یک مدار نفرایی که همه ما و شما برابر نیستیم یا در سواد یا در فکر در عقل در علم در مثال جنسیت حتی اما باشه نفرایی که کوچکی گپ زنن اما گپ خوب بزنن معنی گپ ما میاد مردم برای بعد بودن همین درست نیست ما فهمو شما با سواد مثلا امی تویکسون در میسون یگون ایمینا خدمه اکد ایمینا برای یک سپراوکا رفت بودیم سپراوکا که او باید سپراوکا نیزشت و در کنم نیست میگن که 500 سومونی تویکیتیه 500 سومون که گفتیم من گفتم که در کن نیست وحشی من گفتم تایی گوشه تویکسون رو میرم موضوع که تمام کنی خنک یا بدون من تویکسون پاسپورت خارجی 500 سومون نپروی یا لینچه ارد 250 سومون اوز مرمش نک برادر پولی میگیره کور برو شنردیشتم پاسپورت خارجی را 500 سومون میگوی پاسپورت خارجی مالیش تمام نشد پاسپورت خارجی یک سپراوکا گفتیم من فکر کنم پاسپورت میگوی پاسپورت خارجی را تاوز سه شماندگی باور کن نمیگم که توریستون بره وحشی دیگه هم توریستون وزمون جید کردن توریستون نیگی کردن نمیشه وحشی باور ایستو را گام میزنم ایسو زدن میزنم ایتاری وای زن میزنم که دیگه باور تا خیلی که چی بگم ایش میبرم میگه که بیود دواتان مردوشی بیود دواتان گام بزن دواتان که گام بزن کنیش میبرم باز پیشتره گفتم دواتان گام زد محمود و دینه افوزی در پشتی پنجره دواتان گام زد اونو چند تایی گشت بیچاره در پشتی پنجره هم باز در اطراف ما حتما صحبت ما دمه اطراف زندانیا میان برادر اگر اخیرا سخن یگو چی داشته باشی بفرمو نداشته باشی انشالله که با در تماسه شد کلام سخن اخیرا ما میگم من میگم باید که ما کردیم نشدیم بچه های یکی توی چند نفر که تماشا دوری من نمیگم لایک میجه که نم بیجه که هیچ پرابلم شما ما چه بخیزی نمارد گاب زنی تو که خواب میکنی بار خواب کن در کنی اسمای 2010 که تویشون رفتگی نی نمیفهم که توضیح برید بالیم که بچه چوب بخیزی نام کسی یا گپایشی گاب زنی خواب کدی نیم خیلی چون میشه میری سامان باش برده تشکر باش زنگتون مالی گاب نیست خدا نگاه ما تماس کنیم خوبی نظر یا فکری یک هموطن من بود بیچاره 10 سال تاجیکستان نرفته او میگن که فرار مغز ها میگن که فرار عقل ها یا فرار شهروندان این همیه نمی شاید با تلویزیون میبینم همین نوارا قطعی یا که ویدیو قطعی دلش سرد خنک میشه نمیفروش گبره اما خیلی نباید باشه اینگاه ما وطن خیلی باشه نباشه او وطنی ما و ما مسئول همین موضوع ما نمیه
اون مسئولی که نمی را نجات بده مخنمی وطن جزیره اینمی فاسیدو یا که مفسیدو رحمان مفسیدو فی الارض میگن که اینمی فسادترین شخص در روی زمین ما میرا ببینم باید اینمی فاسیدو با ما نجات بده وطنمون جزیره باید گرفت همین جو جزیره چی کارش میکنی میگی توزاش میکنی که دبولی اون میشینی یا که میگه من میرم اینجا نمیشینم نه اونجا جای تو باید اونجا بشینی برای که بشینی باید اونجا توزا کنی یا مثال میارم نفره که در کوه برآمدگی باشه کوه همین برآمدنش اگر یکم بار باشه اما قدر قینه که مشکله با اگر کوی کانتر خیلی بلند باشه همین قدر مشکله که وقتی که تو بالاش هم بروی کو ای بلندی تر یک بود هوا منظره تر زمین پایین نگاه میکنی کو چند قدر خرسان میشه دیگه فراموش میکنی که ما یه قدر بگیم که بلندی قدر مشکلی چکل برآمدم فراموش میکنی یک 20 میوت وار بشی هم قدر خرسان میشه که دیگه فرامدنش خیلی آسونه اما کورا فرامدنش تو مشکلی بده اما کو برآمدن به مقصد رسیدی اما برآمدنش کمتر مشکل بده انمی رژیم چپکندنش انمی خیلی نمی کمتر اما کو واری برآمدنش مشکل اگر همین ببروی تمام دیگه تو فراموش میکنی دیگه درجه شکنجه بود درجه چی بود دیگه هم دیگه فراموش میکنی برای این برادر پیشنهاد کرد که بخیزید هر یک از امروز خیلی الحمدلله شکرانه خدا که هست برادرایی که دیگه گپ میزنن همین گپ زدن هم گفتم که بسیار هم گپ خوب فقط گپ خوب این عبادت است گپ خوب حتی نوشتن هم بسیار رول مهم یک اساسی بگیم که مبارزه را زیادتر نوشتن هم میبره یعنی پیش میبره من یک پیشنهاد همینجا میکنم من زیاد میبینم در شبکه‌های از اون جمله فیسبوک دختر رحمانوفا یا رحمانوفا خچه پیسرشه یک کاریکاتورای بسیار بشرمی میکنه برادرها هموطنها خواهش من میگم همین کارا نکنید کاریکاتورای باید منطقی باشه درسته کاریکاتورا منطقی به معنی باشه مثال هم دخترش رئیس دستگاه او را گناهگار است من نمیگم بگناه من طرفداریش نمیکنم اما همین کار بسیار بد اخلاقیه در بغل یک مرد یا یک نمیدونم خش تباره که همکارش میبره میمونینش بسیار بده این کار نکنیم این کار مبارزه هم حساب نمیخوره شما من گفتم پیشترک با میگم که هر یک کاری میکنید لایک لایک شما فکر میکنید در قیمت جواب نمیتونه لایک خدا لایک نگاه نمیکنه کامنتار یا پادلیت نگاه نمیکنه اینترنت نمیفهمه چیه خدا که روز قیامت حساب کتاب روز محشر میگیم همه اینا جواب میتین برای همین لایک بدونه که در کجا میمونین کامنتار در کجا مینویسه پادلی چی را میکنه شما باید بدونین اینا پیشتر گفتم که رقص بازی کارهای نادرست بد اخلاقی و فاحشگی را هیچ وقت نه کامنت حتی تماشاش نباید بکنید اگر که بگذار تماشاش کردی وسوسه شیطان قدی لایکش نمون کامنتار پادلیش نکی تو داو گناه شریکی تو را با یک از دیگر نشون میتی میبری او تماشا میکنه تا هم گناهگاری او هم گناهگاره برای همین پیشنهاد می‌کنم که نزدیکای رحمانوفا یا که دیگر حتی یگان وزیر باشه که همون کارمند دیگه باشه نکنینش همون بدنای لیچ یا که با همون کاریکاتورای بمعنی نزدیک نشین نکنینش خوب نیست همون رحمانوف خودش میکنه همون اقی پدر همون بسه همون درسته شما ببینید یک بیچاره و شاید قرآن خوندن هم میتونن ریشش میمونن بعد میگن داخونه یک فویشه یا یک تنفروش هم میبرن خطی و کامراش میکنن روی زنک هم میپشونن این را نشون میتن که ببینن این زینا کرد ملای زیناکار جادوگر فلانی این کار نادرسته این آب روی ریختن ملت انمیه دین پس دادن انمیه این رحمانوف دین ستیزه اگر مسلمان بگیره خچه این کار نمیکنه یا که ملت مردم شاید دوست بداره خچه مسئول حس کنه این کار نمیکنه امروز یک کار دیگر هم با ای رحمانوف نفرایی که خچه آزادی خواه میگن یا هم یاد گرفتن من همشون نمیگم همه شما میدونینشون این کار نباید بکنین درست نیست این نامردیه تو با سر بچه رحمانوف یا که با رحمانوف تا برابر نکن نامرد باشم زنده باشم یا که مردم هم نشون بتم بگن بهترین تو نیستی نه این کار نکن این درست نیست با جوگای خو یک نفر با تکسری و شوخوکنک یک نفر کار نگیرین اما چه شما مرد نیستین
این کار نکنین. این کار واقعا درست نیست، تماما درست نیست. اونقدر گورسوخته نشین که دیگه هر کاری که شما در نمیدونم فریبتون میکنن یا که بازیتون میدرونن شما دیگه فریبته باشید. من اینم یک چیز میگم، من رحمانوف بعد میبینم که من هیچ باور ندارم که شاید این فکری من یگون نفر چه من بعدش ببینم نه که یک نفر پیدا شود مخفیانه مد یک نوار روی کنه که نمی رحمانوف یک دختری 15 ساله 20 ساله یا که نمیدونم 30 ساله را تجاوز میکنه مثلا، یا که یک وزیرش همون را اینم میگه بگی برادر پرتوش همین کارا بکنه، من اون را نمیپرتم. رحمانوف بعد میبینم لعنتش میخونم، لعنتش اجازت میفهم بخنم. میدونید اجازت های برای من لعنت کردن رحمانوف اجازت های، اما برای شما اجازت های چون که شیطانه. نگاه کنید نه که در این مسئله جایگاه خوش من می کارو نمیکنم. آب روی رحمانوف بهتری ریخته نمیشه و نباید بهتری بریزیش. جنایتی داره که دیگه نیاز به این نوار هم نیست. همین رحمانوف فقط جنایت داره که همین سرقانون هم برخوانده، سرقانون تاجیکستان اما ماده یکش تا آخر شد 10 ماده و 100 باب داره که همه موقعی همین رحمانوف میتونه که جوابگری بکشی. این هم بسه دیگه بجوگاه خود یک نفر کار نگیرین. بسیار کاری بده، باور کنید بسیار کاری بده. نشانت این هر نفر و نمیدونم خیلی خودتون مشهور هم کردن نمیتونید اون نفر آب روش هم میریزی. نگاه کنید این رحمانوف چیکار میکنه؟ گفتم که دختر پنهان میکنه، بچه را نشون میده. جای ده که اگر دختر در کار شود که نشون بده در مردم، بچه را محکم میکنه، بچه را روش محکم میکنه، دختر را نشون میده. ببینید زیناکاره. خب ما گذشته 2 هفته پیش برنامه داشتم گفتم که خب این آمد بعد دختر یک وزیر صورت دارم یا که نمیدونم دست به دستم چی باید تو بگیری در مردم نشانش بدی. هر یک نفر که همین کار را میکنه پیش او باید فکر کنه که دختر خودشه با دامادش نه، دختر خودشه با یک مرد یا یک بچه بگونه انا می کار قطعی بخفه و بگیرد در مردم نشان بده که امو وجدانش خیلی قبولش میکنه، وجدانش خیلی قبولش میکنه، اجازه نمیده، ایزو میکشه خودش وقتی با دار میگن علاقه خچه آتش بزنه، خچه دار دا بکشه. خب این پیشنهادای ما بود دیگه، او هر کس اختیار داره، هیچ کار ما مجبور کردن نمیتونه که بسیار کاری بده. این هم بدونید رحمانوف هم باید این کارو نکنه. درباره مسئولیت گپ میرفت. هموطنان گرامی، رحمانوف امروز مسئولیت چندم نمیته. گفتم که پیشتر معاون رئیس سوسیال دموکراتی فقط یک سخن گفت در نوارو هست که بچه رحمانوف بیا خدمت، بچه من میاد. این گپی بزرگ نیست، این دغلانه نیست. چی رحمانوف دخل ناپذیر کرد خچه تمام دیگه باید هیچ کارش نگیره. نفری که سرقانون قبول نداره باید که چخیلی که میخواد گپ زدن بگیره. قانون گفتم که 3 بار عوض کردن همش به فایده رحمانوف بود. ما دیگه قانون نباید قبول کنیم و این قانون برای کمبغلا و ما باید اطاعت نکنیم. این قانون پیروی نکنیم. این قانون همون وقتی که ما پیروی میکنیم که رحمانوف هم پیروی بکنه. گفتم که دختری 12 ساله را تجاوز کرده، خیش خودش مرد 42 ساله ای جوابگری آزاد شد، زندانش نکردن. خودش به مسئولیتی دادستان، دادگاه و رحمانوف اینجا باید یا در نزد مردم می اومدن حسابات میدادن یا که عذرخواهی میکردن که چی عذر داشتن که را زندان نکردن، چی سبب قطعی چی به زندانش نکردن. این خبری که دیروز برآمد، دیروز همین خیلی خبر 2 هفته پیش برآمد بود. یک جوان نامش فراموش کردم، زبید نام داشت، فرزند یک زندانی اعضای فعال حزب نهضت اسلامی را بردن 5 سال زندانش کردن و دیروز یک خبر دیگه در اومد که یک مصفد 87 ساله را بردن با زندان کردن. این هم اعضای حزب نهضت اسلامی. خب اینجا من یک چیز میگم که هر نفری که تاجیکی گپ میزنه، شهروند تاجیکستان، پاسپورت تاجیکی داره، در تاجیکستان زندگی میکنه، حتی تاجیکی هم گپ نزنه، شهروند تاجیکستان باشه، او دیگه گروه بازیش یک طرف. او شهروند تاجیکستان ما حق داریم که در کاری که مثلا مشکلی در پیش میاد، یک بلا به سرش میاد، دستگیریش بکنیم. اقلا به زبان، با مبلغ یا که بعد جان و دل یا که نمیدونم با جسم نتونیم، با زبان میتونیم. با زبان هر یک تایم شما میتونیم. نگاه کنید برای چی زندان کردن او جوانه و این مسافده.
او 4 سال پیش من گفت گفتم که رحمانوف نه با جوانو نه با پیرانسالو با هیچ کار رحم نمیکنه. شیخ تیمور بدکو اونا زندانش کرد با گرفت کشتش، به رحمانه کشتش. دیدن این به رحمه تماما نمیفهم مسئولیت چیه، انسانیت چیه، این نمیفهم. یا را زندان کردن سببش همین بوده است که یا با عائله های نفرایی که از طرف حزب نهضت بودن یا که فعالاش اعضاش زندان شده بودن با عائله های ما کمک میکرده بودن. برای همین خاطر که شما با عائله های ما کمک کردید 5 سالی او جوانه و این مسافده روانه زندان کردن. این چی معنی داره؟ شوهر تا زندان میکنم، فرزند زن تا گشنه میمونن که بمرن یا که بیان در پیش پای ما بغلتن زورک نن مرا. زورک نه که پیشوای ملت مرا ببخش، شوهر مرا ببخش یا که مرا نام بده. این هم یه هدف شد. چی یک نفر از زندان کردی نانوری خونه میگن یا که سردار عائله زنش چی گناه داره، فرزندش چی گناه داره که او را یک نفر اومد کمک کرد تو را میبری زندان میکنی. اینجا میگم که دشمن تنها و محبوس نیست، اینجا دشمن نمو فرزنده و نمو حتی اولاد شد. از امینا بعضیش شاید اولاداش هم میبرن میشنونه که شما شاید با طریق تلفن باید صحبت میکنید که پنهانی او را کمک میکنید. انا جنبا به مسئولیتی ما و شما بدونید یک چیز ما پیشنهاد میکنم هموطنان گرامی که صدقه میگیم که من بهترین صدقه را در انمی زندانیایی که سیاسی ان یا که به تعریف دیگه بگم زندانیایی که نفرایی که به خاطر مردم شیشتن، حتی نفرش که بگناه هم شیشتگی باشن، این هم یاد از صدقه کردن. اگر بتونن به داخل زندان به اون شخص را نتونن عائله های نمیار از صدقه کردن، کمک کردن، خیر کردن که بالاتر این نفرایی که آزادن فقیرن که کم بغل صدقه شون میکنن ثوابش بالاتره. شما حق هم دارین، حق دارین که نمی حق در گردن شما مسئولیتی بغیر از اینکه دفاعشون کردن نمیتونن و به خاطر شما شیشتن. این همه از گپ زده استم همین مسئولیت های برای من خودم مسئول است میکنم که گپ زده استم و اینم به خاطر گپ زده استم که ما ایامو ظالم نجات بیابیم. ما تنها نه یا که تو تنها، همه نجات بیابه. انا برای همین صدقه بهترین ما همین میفهمم و توصیه هم همین میکنم که عائله های امورا، فرزندای امورا کمک کنید. کسی که میتونه صدقه بهترینه. در جایی حق نداشت رحمانوف که ایو را زندان کنه. یک بیچاره که یک به پدر حساب میخوانه، یک همو شهروند تاجیکستان کمک کرده. چی این حق نداشت را زندان کنه. اینجا باید رحمانوف خود داشت وقتی یک نفر از زندان میکنی فکر نمیکنی که کودک او چی میخواد، زن او در چه حالت قرار میگیره، عائله او اینا فکر نمیکنی. اگر خودت این مسئولیت میگریزی یا داره که یک مجاگه شده بود، پنهان شده بود، این گریختنه که یا که فرار کردن این بسیار دوست میداره یاد گرفتگیه. در پراگ فرار کرده، در فرانسه، شویتسیا، در روسیه چند بار فرار کرد. این فراری که یا که چخیل بگم گریختنه که میگریزه، گریزونچک میگن یا کودکو. وقتی خودش این مسئولیت میگریزه ما یک مونه بود. وقتی ویروس اعلان کن یک مو پنهان بود، یا کسل بود یا که ترسید که ما کسل نشم گفته یک نام برم. یک مو گریخته بود، این مسئولیت گریخته بود، پنهان شده بود. نیکون او 500 تونه خدمه کجا شد؟ میلیاردهایی که اگر با سومانی حسابش کنیم با دلار میلیاردها دلار، هزارها یورو، صدهزارها یورو کجا شد؟ داروها تونه کجا شد؟ مسئولا کجا شدن؟ هیچ حسابات ندادن. فقط 245 ماشین ولایت سوخت، 150 ماشین شهر بدخشان یا که خروق یا که ولایت مختار کوهستان بدخشان، 300 ماشین ولایت ختلان، توفان پیشوای ملت مردم فریب کردن. انا باید که نفر از زندان میکنی باید عائله او را فکرش بکنی. وقتی خودت میگریزی من دیدم در مسکو یک نفر بیمار میشه یا فوت میکنه،
از دیگر برادران سود جمع میکنم. اوقی وظیفه حکومت است. رحمانوف نمی کار به شما حواله کردگیه. مسئولیت با گردن شما مونده. شما میگه که خیلی حکومت نمیکنه. برادر همین نمری مای همین برزن پولی که خیر کنین همین همو کساله که یک مرگ برادری که مرده همین روان کنین. این مسئولیت حکومت است، سفارت است. اما اون پاسپورت خارجی دارین پشت اون را بخونین چی نوشتگیه. در هر مشکلی میغلطین در زودترین فرصت سفارت در نزد شما حاضر میشه که با سفارت مراجعت کنید. همین به مسئولیتی ما و شما در این وقتی کرونا در بیرون موندن در فرودگاه موندن ای برادرها کمک کردید طلب کردستن ای حکومت شما پول روی میکنین شما میدانید که فایز میتین بانک مسکو وقتی مثلا 3000 روبل میتین نمیدونم یا وقت 20 روبل بود سر هر 1000 روبل 60 روبل میتین که همین 3000 شما برای در تاجیکستان دست اویلت یا که زن فرزند برسه در تاجیکستان شما را روسی نمیتن شما در تاجیکی میتن برای چی برای که باید یا 3 سوم یا 4 سوم باید سر 1000 سوم یکنین 2 سوم بگیرن برای همین تاجیکی میتن شما خراب میکنین شما بغیر از 70% حکومت شما تامین میکنین یعنی حکومت در بالای شما بگن که پایه یا که همون فوندامنت چه موندگیه شما نباشین حکومت چپا میشه حتی شما با وطن برگردین حکومت چپا میشه برای همین شما یک کار کنید اولا که حقیقتون طلب کردیم اگر بتونین نگاه کنید پول روی کردن یک 3 موقت کنید این چند باری پیشنهاد شدگی البته شما نگاه کنید حکومت چه خیلی میشه حکومت بعد شما نمیرسه زنده شما اونی که با کار میکنه در حکومت فقط پولش لازمه تمام مرده شما در لازم است خب نگاه کنید اینجا درباره او هموطن ما و شما که دختر 12 ساله حتی ما اینگاه شریعت بالغ اینگاه دنیا دختر 18 ساله به بلاغت میرسه اینگاه قانون تجاوز کرده را آزاد کردن مردم ما و شما نخیست هیچ گپ نزد به فکرم شاید یک چند نفر گپ زد یارم باید به نظر بگیریم اگر دیگه کشور نمی بود این خیلی میموندنش نمیموندن مصطفی 87 ساله را زندان کردن دیگه کشور می بود چیکارش میکرد این خیلی نمیموندش گفتم که کمیته امنیت میگه باید امانت یک امانت در اختیارشون دارن مسئولن که امنیت مردم را تامین کنن اما میبینید هر عملی که انجام میتن همش بر ضد این ملته امروز یک خبر برآمد زیاد شاید صحبت کردم خاتمش بده امروز یک خبر برآمده بود یک دختری تاجیک خب کمی عذر میخواهم شاید کمی خبر بی‌ادبانه باشه بسیار خبر بی‌ادبی باشه شاید یعنی در مورد شما گفتن اما مجبورم بگم یک دختری 23 ساله شهروند تاجیکستان یا که ساکن شهر دوشنبه دختریش میگیم بعضیمون یا که بکارت در فروش مونده در یک سایت شب اول یک سایت جهانی ده با مبلغ $10,000 خب اولا نمیرم میگم که این کار یکم بار فکر میکنم رسما نشرشی در تاریخ تاجیکستان یکم بار دوم هم در تمام جهان این چیز است در تمام کشورها این چیز رسما یعنی که در سایت ها چندین بار ما خواندم یا که شنیدم شما هم شاید دیده باشین هست نشر میشود اما در ما و شما نوی چیز نشر شید $10,000 چکار میکرده ای خوندگی ما اگر که حقیقت داشته باشه شاید که اینجا یک بازی رژیم هم باشه بازی رژیم چون که این ملت گفتم که در همه راه های پستی تله میکنن رژیم شما دیدین که چندین بار با عملهای تروریستی مردم خودش متهم میکنن امیر رحمانوف خودش میگیره دخترها میبره در دبی میفروشه در ترکیه در عربستان میته نمیره رژیم رسما حکومتی نه اینکه یک شب اولشون میته یک عمره میتشون اما جسم بدنش پال میبخشه به شیخ عرب و به دیگر شهروندای خارجی همین رژیم میکنن خب $10,000 در کار بوده ای خواندگی من قرضدار به دستیم
اگر که یک مثال بیارم، کارمندان گمرک میگیم نفرش که 2 سال پیش 2018 بود، بله ما ایون رسانه ها را گفتی گپا ترک کن، شهباز رجبالی یک کارمند گمرک 3 ماشین 2 خانه چند صد هزار دلار میتونست که همین دختر همین کارش نمیکرده، یک مراجعت میکرد. اگر که شوهرش میفوره، ما یک مراجعت یک پیشنهاد میکنم هر دختری که شوهرش میفوره هوسی شو کردن داره باید پیشنهاد کنه. اگر با نوار، منظور نواره با نوار ایزو میکشه شرم میکنه، میتونه طریق خطی عکس هم نمونه، طریق خطی از زیاد نفرا علیه سایت دارن یا که خودش هم نداشته باشه یک برادرش داره، پیشنهاد کنه که ما دختر تمام خاراکتریستیکش بگه نمیخواد دختر سالم نمیقدره شوهر میخوام، گناه نیست یک نفری که رسما یک بلوخت نجات میده، ایو که یک شبخت میفروشه $10,000. من یاد دارم یک 6 سال پیش این خیلی حادثه را با چشمام دیدم که یک مادر در من این مسکو در دختر خودش $3,000 دفروخت. یک شبه دخترش بعد عمل حرامش 1 سال پس رفت تاجیکستان، هم خیلی تنفروش میگشت، در تاجیکستان هم تنفروشی میکرد. اوش دم خبرم هست، یعنی که میدونم در تاجیکستان همون 5 سال پیش 6 سال پیش 2013 و 14 مادر دخترش در همین مسکو داد $3,000 ده به تاجیک. یک شبه مادر خودش، شما میفهمید مادر چیه؟ نفری که همون کودک به دنیا میاره، دختر یا 19 ساله بود یا 20 ساله بود. انا یا رسمی نبود. شما ببینید که این کاری که رسمی شید غیر رسمی میدونید چند قدره. غیر رسمی که گفتم کو پیشتر میترسن که با جوابگری میکشنشون قایل نمیشون، یا که بعضی شاید که ای شرم حیاشون نگه. زیاد دخترها یا که همشهرها هموطنای ما و شما مورد نمخیل تجاوز قرار میگیرن و این نفری که $10,000 یک شبه به فروش مونده، پیشنهاد میگم که باید یک اعلان میکرد، شاید نفر پیدا میشید که همون را میگرفت بزنی، شاید نفر پیدا میشید. گفتم که همون شهباز یک کارمند گمرک خودش $200,000 داشت، اگه با قانونی که با همون گفته رحمانوف اونا 2017 6 نفر کارمندانی تماجنی را کارمندان تماج در قبیدن 6 نفر چی بود؟ یکتش خیرزاده، یکتش اینایتزاده بود که بود با تونها طلا قبیدنشون، میلیون ها پدان ها دلار ایورو. اما نمیتونست که $10,000 ببرو رمی دختر بتر میتونست، یا که اینه رحمانوفا نمیتونن که یک دختر اگر که رسما اعلان میکرد که من بهم خیلی مصیبت گرفتارم، اعلان نمیکرد که من اگر که شرط نمیمون که من نتین من این کارو میکنم، همین کمک میکنین مده که من همین قرض بتم، یا که شوهرش میفورد میگفت من شوهر میکنم، همین رسما میگفت گناه نیست. انا این کارش گناه های به آبروگی این همیه این کارش میدونه که چند قدر آبروی تاجیکستان پس میکنه. یک بیچاره ورزشگر میره جانکنی میکنه، آبروی تاجیکستان هم میبرداره و بعد صورت رحمانوف در فوتبالکش میمونه، میگه تاجیکستان با پیش ما قهرمانی ما به رحمانوف بخشیدم، یعنی که آبروی تاجیکستان هم میبرداره. ما گفتی خودش میبینی که این بیچاره میفرورش. اگر که این حادثه با میگم که درست باشه، این دختر شهوتران نباشه. شهوتران یعنی که بعضی هسته با $10,000 چی خونه خریده میتونه نمیتونه. خب اگر زمین شاید بخره، شاید که فکرش در ماشین باشه، همین $10,000 او میگن که سون چرکی دسته همین یک موده کو بعضی شاید رسولش کنن. رحمانوف شاید که در روز $10,000 از خود کنن، طعامهاش یا یک وزیرش در روز یک چوخری و یک عبیدی و شاید که $1,000-2,000 باشه. یک کنیه که رحمانوف $10,000
یک شیشه عرقش. ببینید انا گفتم کو وقتی کودک تجاوز میشوه با جوگری کشیده نمیشوه، رقاصه در بغل بچه ها و مسافده فر میگرده تا میخره با جوگری کشیده نمیشوه، دیگه این دختر هم میبینه میگه هیچ کنه میکنه ای آزادی خدمت تاجیکستان دولت دموکراتی های. در این حالت ها خیلی میگن قانونی را من نکرده، قانون بازی جوابگاری و جنایت های جزا تعیین نکرده بگیریم بکنیمش چی قینه برای همه کار تعیین کرده تو نیست که یک مسکه برای سلامتی هر یک نفر باید بکنه. شما در حال گرفتین دل سوزانه گرفتین ای 90 تا 180 سومون تو نیست که همین هم بگیرین رقاصه را، سراینده را، حجم‌نگار را، نمیدونم معلم، هر یک تایمی که بی‌معنی و بی‌ترتیبی و بد اخلاقی میکنه را بگیرین با جوابگاری بکشین. خینه خوابی دختر اگر که $10,000 در احتیاج داشته باشه باید این کار نمیکرد. حتی نگاه کنید با گفته پدر مادرم قرض داره اویلمون، او چه خیلی پدر مادر بوده ایره اجازت داده، او چه خیلی برادرش بوده ایره اجازت داده. یا خش تبار نگاه کنید شهر دوشنبه نمیدونم اون کدوم کوچه‌اش اون محله رئیس محله جمع کنه اون محله را مردم شو اون دوما برین در پیش خونش بگین ای بابتون تو آبروی همین محله را ریزوندی. آبروی دوشنبه پایتخت میگه که بهترین پارچه روی زمینه، آبروی دوشنبه را ریزوند. تاجیکستان یا دوشنبه نیست، آبروی تاجیکستان را ریزوند. اما ای نگاهی که نمو مخلصای رحمانوف میگن که دوشنبه بهترین شهر روی دنیاه، باید نمو محله میرفت انمی دختر همین کارش میگردود ولی هم وقته. اما الکن دیگه پاند شد. $10,000 گفتم که پیشترک همین زن خودش آوازش هم حرامه وقتی که بشنوه مردی بگونه به ضرورت، صورت چهرهش هم اکه با چی برسه با او تنشه با چی برسه خچه در اختیار یک این کاره نگاه کنین. ما اکه بگیم دلیل نداره میرم آشکار بگم همین خیلی تجاوز زیاد همین حکومت دارو میکنن، زیاد همین منصب دارو میکنن، همین تجاوز ایکو میکنن نکی پول میتن که خبکای جودا نگو. همین دختر نمیشید که او قدر کثافتی او قدر برهی یک حکومتی در میگفتی ترا $10,000 میداد، شاید قطعی خوب هم میکرد. اگر ناموس میداشت خوب نمیکرد، میگفت این سوما بگی من قطعی هم خوب نمیشم. او میگم که پیشتر گفتم این همون چی سرچشمه میگیره وقتی که راهبر فاسد شد، زینوکو و فاحشه‌کار شد، دیگه این همین مردم پیرو همو های او میگن که پیرو پیشوای ملتی ای دنبال همون میروند. این کار ما محکوم میکنم، این کار تماما درست نیست، اجازت نیست. یک دختر ببروه رسما تنفروشیش در خارجی ها پیشنهاد کنه. این $10,000 با میگو که سومی کلان نیست در خارجی ها. پیامبر ما شما یک حدیث بسیار خوب و عالی و یک منطقی داره که میگه که کمبغل با کفر نزدیکه، کمبغل با کفر نزدیکه. یا که خیلی مردم ما میگن که کمبغلی با کفر میبره کو انم تریش دیگه. بعضی هاش دینش افروخته من تا چند تا شای پیش دیدگیم. ای پیش دیدگیم که خودم گفتم ما هر ماه $50 میگیریم، یک امضا روزی جمع میریم در همون کلیسا میکنیم. در همین شهر دوشنبه. انا میخواد کمبغلی با کفر میبره، انا میای کمبغلی با زنا میبره، کمبغلی با دزدی میبره، کمبغلی با انا خیلی فحش و با انا خیلی فساد میبره. و انا میره سرچشمش نه تنها رحمانوف، انا می مردم خچم هست. خودشم مردم گناهگاره به مسئولیتی میگیم که اینا میای. مسئولیت شناس نیسته. نمیفهمیم که ما باید که این بلاها را از سر خودمون دور کنیم. میگم که در دنیا هم جواب میتیم، در اون دنیا هم. شما فکر میکنین که ما یه روز میبریم این نماز خلیقتی نمیشه و عذاب خدا نجات بیاوی، ای سوال جواب با این نماز خلی نجات نمیاوی، یا که خب حج رفتی او یک قرض یا که یک مسئولیت شخصی خودت بود، نماز بخونی او مسئولیت شخصی تای،
این مسئولیت اجتماعی است. ما یک آیتی داریم درباره مسلمان برادر مسلمان است. انما المؤمنون اخوه، سوره حجرات. مسلمان برادر مسلمان است، یا که حق مسلمان بر مسلمان 5 تا است. این یک حدیث و آیت گپای بزرگوار ما قدر زیاد داریم که اینا نگاه که یک نفر زندان میکنن برای چی؟ یک کمبغل کمک کرده زندانش میکنن. یک جوان یک کمبغل کمک میکنه او را تعریف میکنن. نبیره رحمانوف شما چه خیلی فهمیدید؟ یک جوان یک کمبغل کمک میکنن 5 سال زندانش میکنن. یک جوان دیگه یک کمبغل کمک میکنه او را تعریف بالا بالا میبرن که بهترین نبیره رحمانوف صاحب کار تاجر پولدار خیر کرد. یک نفر خانه داد، یک نفر پول داد، یا که خوراک داد یا که نان داد. چی فرق داره؟ هر دوش جوانه. گفتم که مسافر حق نداره که جوان یا که مسافر زندان کنه. اما این مسافر امغلی رحمانوف است. ولی ما میگم که رحمانوف زندان کنه، بعضی شک میکنه زندانش کنن در کار 90 ساله کشید، باید که 90 سال دیگه زندانش کنه. می رحمانم 90 ساله شد، 90 سال دیگه باید زندانش کنه. خدا 1000 سال دیگه عمر بینه، اما در زندان عمرش بگذرونه. اگرچه گناهش روشن نمیشه با 1000 سال. نگاه کنید یک مسافر بود زندان کرد. ایتاری چند تا مسافر خوب گفتم که برد زندان کرد، بعد با میکشد از زندان. ما شما با هم به مسئولیتی تماشا میکنیم. اگر هر یک تا ما شما گپ زنید، در جمع سخن میخوام با آخر برسونم. هر یک تا ما شما اگر مسئولیتیمون رو حس کنیم، هر یک تا ما شما اگر گپ زنیم، گفتم پیشتر که نوشتن، گپ زدن یا که یک کاری که در حضور یا که میگیم که در ریال انجام داده بتونیم بهترینه و باید ما بکنیم. به مسئولیتی با میگم که ما شما را ای بلا ای آخرت نجات نمیده. هر یک تا ما شما آرزو داریم که در این دنیا بهترین شخص یا که زندگی خوب داشته باشیم، در قیامت هم با سر بلند در پیش خداوند حاضر شیم یا که بهشت جاویدان بریم. هر یک ما شما آرزو داریم یا نه؟ بله داریم. اما دهترین مسئله چی وقت خفا میمونیم؟ ما یک بار دیگه نمبر ما تکرار میکنیم. اگر یک نفر باشه زنگ تلفنی قبول میکنیم. +491 763 286 0573. در هفته برآمد یک بار گفتم، دو بار سه بار شاید تکرار میکنیم. اساس ما موضوعی که تیار کردم درباره مسئولیت همین بود که برای شما رسوندم. پیشنهادی برادر بود، باز تکرار میکنیم که ما میخوایم که قدیم مردم گپ زنیم، فکر مردم رو ببینیم، بشنویم، شما هم بشنوید، شما هم استفاده برید. این هدفمون بود. برای شما من اون رو پیشنهاد کردم، چند برادر گپ زد، فکرش فهمیده یا که شما هم شنویدید. اما در مسئله مسئولیت هر یک تایب شما باید که هر دقیقه و هر ساعت یک فکر بکنیم که یک فایده هم به خودمون هم به دیگران برسونیم. اقلا ما فایده رسونده نمیتونیم، باید ضرر نرسونیم به دیگران. گفتم که با زبان هم میشه ضرر رسونده، با زبان هم میشه فایده رسونده. چی برسه با دست یا که با پاها هم فایده برسونی یا که هم ضرر برسونی. و این دختری تنفروش باز دوباره تکرار میکنم که محکومش میکنم، این کارش جایز نیست. و ما شما اگرچه اولین باره که رسما میشنویم، این اولی کاره. نمیره رحمانوف میتونه سیرش بگیره، میتونه اما پروانه داره. این کار اگر که خیلی رفتن بگیره، فردا با یک نفر دیگه پیدا میشه که با اخچه نامزدیشه در هم خیلی تنفروشی میمونه. بعد خارجی میگیره $10,000 چه بوده؟ 10 تا $10,000 میگیره میبره وطن خودش، یا که یک شوده 10 تا $10,000 میخره. سومی چی نیست. سوم دشمن انسان میشه از زیادی وقتا. فراموش نکنید با اون سوم تو هیچ کار تابوت کنه نمیتونی. فراموش نکنید بغیر از گناه کردن، شرمنده کردن خودت، آبروی محله و خشتبار و ملتت میریزونی. شد میفوره. این ما وعده میتونم که نامرتبطه مرا نته رحمان فابته فراموش کن. 2016 26 ایون دا چی گفته بود یک دختر ولایتی بدخشان نیست یکون زنگ میزدگی نامرتبطه گفت من میتونم ای پگه زنگ تلفن تمام گفت در حالتی مستی چی گفت بته نامرتبطه مرا یا که رحمان فکر یک جدا
بگیم که همه دختر شوهر میکوبه میوبد پسری که بزنی همی را بگیره به همسری و یک شو به ابرو نکخته. خب فکر بکنم در اینجا با خاتمه بتیم موضوعمون. در آخر باز تکرارا میگم که هر یک تایما و شما خودمون مسئول بگیریم. هر یک تایما و شما خیلی که شکم مونده مسئول ما. هر یک تایما و شما مثلا کار برای چی میکنیم؟ اهل و اینا اونا خودمون بخونیم گشتگی در نمره، یعنی خودمون مسئول حس میکنیم. انا خیلی باید که در وطنم برای وطنم برای مردمم خودمون مسئول حس کنیم. گفتم که تکرارا که مسئولیت به هر راهی که میتونید، هر راهی که میتونید، گپ زدن میتونید، نوشتن میتونید. حتی گفتم که نفرای پولدار، مبلغدار، ثروتمندان اولا با میگم که عائله های زندانیا را یا که محبوسا را کمک کنید. ای رحمانوف نترسین، ای رحمانوف نترسین. سلام علیکم و رحمت الله برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما برادر در پریمو افیر دارم. بله برادر جان، من یا معجزه دارم که همه پرزیدنت ما امالی رحمان شریف یک کار کنه که همه همه دولت ها که همه پرزیدنت ما را چی نکنه، خرسه نگذنن. انا اکا او برا و تمام یکون پرزیدنتی گشت و اوخی که یکون مون مسلمان بیا، یکون برادر اهل اسلام بیا یا همه خیلی نیسته برادر. بله پیشنهاد رحمانوف میشنم. ها نه اکا ما در خود شهر غریبی هم همه چی در مردم سای همه پریما افیر شما را دیدم، گوش کردم. انا گفتم یا همه چی مراجعه کنیم که آخه تو که تخب کنیم برادر همه خیلی نیسته. ولی این اخل گپ زد، این همه خچم یک پیشروی های. همه هر یک برادرایی که گپ میزنن کو خچم همه پیشروی همه نوترسی همه های. وقتی که تماشابین باشی این بسیار بدرفتاری های، بی‌طرفی همه با بدترین بدرفتاری های، بدکاری های. برادر اکا ما همه برادر اهل اسلام هم ما در شهر غریبی ما فقط الله عزوجل میترسیم. و کیه که ما او بترسیم؟ نه شما نگاه کنید هموطن عزیز، هر یک نفری که مثال میخواد که گپ حق بزنه موافق قانون هم میتونه گپ بزنه. در همون سرقانونی که من قبولش ندارم، بعضیا یا که رحمانوف قبولش داره با فایده خچه همون در گفته اگر هر یک شهروند آزاده شرط باید که مثال اینا من میگم که رحمانوف لعنتی یا نفر هست که نمیتونه اوتر گفته باید بگه که رئیس جمهور یا که نفری که قسم خوردی اینا ببینی چیکار میکنی، کار نکرد، درست نیست، این گناه نیست. اگه لعنت کردی دانه زو گناهگاری. اگه نعلتی های همه پرزیدنت ازبکستان نگی هر کن مردک خوب اینه که همه پرزیدنت ما به همون نمیشوه 100 سال بزنه به پرزیدنت ازبکستان نمیرسه. اون مردک خوبیه که الله نگهدارش باشه. الله چی مراد مقصد داره و مراد مقصدش برسونه. همه پرزیدنت ما همه خیل کنه همه دعاش میکنه. در حقی همه رحمان فقط دعا نکردی، یکی دعات قبول میشه در مهاجرتی. نه دعای بعد دعای خوب نه، دعای بعد که من دعای خوب نمیگم، دعای بعد من امین میگم تو دعا که جایزه در حقی رحمان دعای بعد. نه برادر اگه خیلی بگیم دل میسوزه بگو بر رحمانوف 28 ساله که دیده استم دل میسوزه. نه اگه ما دل ما نمیسوزه. اگه همه زمین به که تیار فروخته است، همه بایگاری تو تاجیکستان دیگه بایگاری نداره، همه فروختگی و همون خدمتگاراش و ایخل اوخل همه زمین فروختگی هست. یکان بایگاری نداره تاجیکستان، همش در همه شهر غریبی دارد. نیمه 70% تاجیکستانی ما در شهر غریبی هست. تو که آخه همه خب کنیم و تو که همه
صبر کنیم و خیلی الله عزوجل همین به انصاف همین پرزیدنت مالی خود و همین قجاقزو بتی همون رستم شنی و همون بچه دختر شد همه اولادو شد آمین داشت کردی اخیر خب یکم آخران سخن یکم گفتنی داشتم شی مرامت برادر ایرا اخی چی را داری دوی بده برادر ما هم وقت در نمازان دعا میکنم که هم وقت دولت تاجیکستانی ما بایتر شود اما به رحمانه الهی آمین به رحمانه فهمیدم برادر الله عزوجل همه یک پرزیدنتی بیاید که پرزیدنتی دولت تاجیکستان یک خوب شود همه وقت در نمازان دعا میکنم برادر که همه جای همه برادر اهل اسلامی ما هستند در شهر غریبا همه ساق سلامت بروان بیان ساق سلامت بروان کار کنند آمین و این پرزیدنتی ما آمین و این پرزیدنتی ما نمیشه و پیشخوی اکن الله اکبر با اسفل سافلین هم نصیبش بگردونه رحمان فبا رحمان فبا آمین برادر ما در حق دعا میکنیم برادر گم نیست تشکر الله عزوجل میندارم شفا و کامیل توبتیا آمین پدر مادر رحمت بچه دار دختر دارد کنم آمین خیلی انشالله رحمان چی مراد مقصد داریم مراد مقصد برسیم یکا جان آمین رحمت کلام برادر خدا خب خیلی یک هموطن ما و شما بود ما همه مهاجر را گناهگار نمیدونم بعضا مهاجرات داریم گناهگاران یا که به ترتیبی بدرفتاری بد اخلاقی میکنند آبروی ما و شما یا که مردم ما را میریزونند در مسکو خیلی نه یک برادر بود که بعضی مهاجرات بعضی نفر هست که شاید داشت قبول شود دعای خوب کرد بسیار دعای خوب کرد ما هم امین گفتم شما هم امین گفتین انشالله که رحمان و همین سال ای منصب محروم میشه که بگیم که نابود میشه در آخر هم قدر دوباره میگم برادران و هموطنان عزیز که هر یک نفر مسئولین هر یک نفر گفتم که هر کاری که میتونی هر کاری که نمیتونی باید بکنی به خاطری که اگر این نگاه مرگ بگیم که ما شما نمیدونیم که ما کی میمیریم اگر بگویم من کلان شم بعد گپ میزنم یا که کم در سین سالم برم بعد گپ میزنم من اینستیتوت تمام کنم نمیدونم فلان کارخانه را کار کنم بعد گپ میزنم نه نمی حادثه $10,000 کو هم دختر خشب وطن فروش موند وطن فروشی داد یا که اعلام کرد که من یک شب در اختیار مردی بیگناه اجنبی میرم $10,000 بده رحمان به مسئولیت یا که بگن که به پروا در فکر رقص بازیه چی با وزیرا گپ نمیزنن وزیرا هم پیرو رحمان فهم یا که نمیبینه هیچ که میبینه همش رئیسو چی با گپ نمیزنن نمیبینن همه یو میبینن همش پیرو رحمان به مسئولیت همه رئیسو وزیرا پیرو هم به مسئولیت رحمان مسئولیت شناس شوه همه میشه مسئولیت شناس اما او مسئولیت چه در چی میبینه رحمانوف یک تربیز نمیخه کلان نمیگیره در دستش مرا که از صورت بگی بچم همین کارا میکنم یا که یک ما سوتا میگیم نمیدونم شما چی میگین جگوری هست کو اما سه چهار تاش دستش میگیره کمر از صورت بگی در اون بین زمین یا که میره پخته یا که زمین میگیم میره موجود قولینش میپرتون مرا که در اون بین از صورت بگیریم یک دیگه اوش همه خفه کو یک صورت بگی این همیه او انمو مسئولیتی او انمو کاره باید ما یک پریزیدنتی مسئولیت شناس تعیین کنیم یا که انتخاب کنیم در اینجا من سخن با آخر میرسونم خداوند قادر یکتا ما و شما را همه اولا اخلاص نصیب بگردونه اخلاص اینا من هم باشم هر کسی نباشه عملش اخلاص نداشته باشه یعنی خالص برای خدا او کارش باطله قبول نیست اخلاص مهمترین عمل در انسانه اخلاص یعنی خالص برای خدا باشه بعد خداوند هم تاثیر برای همه برسونه ریاکاری ظاهر پرستی هم ناجایزه هم کار دیش معنی نداره خداوند عمل ما و شما را کار ما و شما را گپ ما و شما را به درگاهش قبول کرده باشه
و در این کار، در این مبارزه که ما داریم، خداوند ما و شما رو موفق بگردونه و هر یک نفر مسئولیت شناس بگردونه. آمین یا رب العالمین. ان شاءالله تا هفته دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپارم. با زنده باشیم، سلامت باشیم. با در پخش مستقیم با شما صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.